چه کمکی میتونم برات بکنم؟ از کجا شروع کنم؟ من قبلا از اینجا رد شده بودم، ولی هیچ وقت این تو نیامده بودم. پاشو یه چیزی دارم میخوام بهت نشون بدم. انجیل شریف؟ موضوعش چیه؟ این مهمترین کتابیه که بهت میدم. داستان زندگی عیسی به زبان خودته. وقتی اینا رو خوندی برگرد بیا اینجا دوباره منو ببین. گاهگداریم اگه بخندی بد نمیشه. حالا بریم. عیسی طفلی طلب نموده در میان ایشان برپا داشت و گفت هر آینه به شما میگویم تا بازگشت نکنید و مثل طفل کوچک نشوید هرگز داخل ملکوت آسمان نخواهید شد. پس هر که مثل این بچه کوچک خود را فروتن سازد همان در ملکوت تمام عهد جدید رو خوندم، اما همون آدم قبلی بودم و هیچ چیزی در من عوض نشده بود. اما باز شروع کردم از اول خوندن. بارها و بارها این کارو کردم، با اینکه احساس میکردم هیچ تغییری در من صورت نگرفته، اما انگار یه چیزی و یه کسی به من میگفت که بخون و ادامه بده و من این کارو بارها تکرار کردم. یک روز که از سر کار به خونه اومدم، خشم و ناامیدی و یأس تمام وجود منو گرفته بود. احساس میکردم هیچ چیز و هیچ کس نمیتونه منو کمک کنه و من در تنهایی تمام و کامل هستم. اگر تو حقیقی هستی بیا و با من صحبت کن. اگر نیستی برو بیرون. برو بذار خسرو بمونه. دستتو به من بده و زندگیت عوض میشه. نمیدونستم کیه، فقط میدونستم که یه رویا بود. خواب نبودم، چون خودم کتاب رو پرت کرده بودم گوشه بود. جالب اینجا بود که توی اتاق صدا رو میشنیدم. صداهای دیگه بود، مثل صدای قلقل سماور مادرم. این شخص اصلا احساس میکردم که غریبه نیست. انگار از بچگی با من بود. از دردهایی که با بچگی داشتم با من بود. انگار از همون زمان با من صحبت میکرد. برای همین احساس غریبگی نسبت بهش نداشتم. وقتی که گفت دستتو به من بده، دستم رو بدونی که بترسم و بدونی که عقب بکشم به اون دادم. اون دستش رو توی دستای من گذاشت. دستامو به طرفش دراز کردم و دستش روی دستم گذاشت. احساس عجیبی داشتم. انگار از سر انگشتام یک برقی تمام وجودم رو گرفت. تمام بدنم خیز شده بود و احساس خیلی خوبی داشتم. اون پوسته قدیمیم ترکیده بود و از شخصیت قدیمیم ریخ و تبدیل به یک انسان جدیدی شدم. خسرو چته؟ چرا گریه میکنی؟ فکر میکنم که اون لحظه‌ای که دیدمش تمام
غم و یأس و ناامیدی ازم داشت میرفت، یه شادی ابدی که همیشه به دنبالش بودم داشت به من میومد. تمام دردها داشت میرفت، تمام فشارها داشت میرفت، تمام اون زخمایی که روی من بود و باعث شده بود که یک شخص خیلی خشن نشون داده بشم داشت از بین میرفت و به جاش شادی خدا میومد. چشمام که باز کردم همه چیز و همه کس قشنگ شده بود. همه چیز به نظرم عالی میومد. پدر مادرم، خونه قدیمیمون، حتی اون حوض قدیمی که توی حیاط خونمون بود چقدر به نظرم زیبا بود و اون ماهیای قرمز و قشنگی که داخلش بود. همه چیز برای من عوض شده بود و تازه شده بود. خسرو جان، تو تولد تازه داری. تو الان یک خلقت تازه توی عیسی مسیح هستی. کشیش این کلیسا کشیش جوونیه، فارسی هم خوب میدونه. برو پیشش، چیزای خوبی بهت یاد میده. وقتی شروع کردم به اون کلیسا رفتم، کشیش اون کلیسا خیلی سعی کرد با من رابطه برقرار بکنه. خیلی مشتاق بود. با اینکه میدونست از زمینه مذهبی دیگه هستم، اما یه چیزی در من دیده بود و خودم هم اینو احساس میکردم که من فقط به عنوان یک ایماندار تو کلیسا نیستم، بلکه خدا از من انتظار دیگه‌ای داره و من خودم نیز این رو در خودم میدیدم که اشتیاق دارم خدا رو خدمت کنم. خدای جسم پوشیده است که به خاطر من و تو روی زمین اومد. به به، مریم کیک برده. دست شما درد نکنه خانم. راستی بچه‌ها خبر دارید؟ خسرو سر کارش رتبه گرفته. نه مامان جون، به من پیشنهاد شده. چه فرقی میکنه پسرم؟ خیلی خوب، من هنوز تصمیم نگرفتم. منتظر چی هستی؟ خیلی خوب، کار دیگه ای هست که من بیشتر خوشم میاد. چه کاریه؟ بابا جون، کار خدا. همه ما از تغییراتی که تو خسرو به وجود اومده خوشحالیم، ولی بابا هر چیزی هم حدی داره. آخه ناسلامتی ما باید چه مسلمون هستیم. ببین، من و مادرتون با 2 هدف شما رو بزرگ کردیم. اول این که در زندگی یاد بگیرید چجوری به هم محبت کنید و دوم این که سخت درس بخونید و اعتماد به نفس داشته باشید و رو پای خودتون بیستید. امروز پسرم خسرو میخنده، گریه میکنه، تو صورت من نگاه میکنه، میگه بابا دوست دارم. اگر عیسی این تغییرات رو در خسرو به وجود آورده، من اصلا مخالفتی ندارم. عیسی به من گفته میخواد من مثل یک سرباز باشم. و تو تصمیم گرفتی؟ هرچی که عیسی بگه. من کارمو ول کردم. مرد حکیم و دانا از بدی میترسه و اجتناب میکنه، اما مرد ساده و نادان از غرور خود رنج میکشه. ایران دچار تغییرات خسرو، اتفاقات عجیبی داره میفته، آزار و اذیت داره شروع میشه و هیچ کس نمیدونه که به کجا ختم میشه. هیچ وقت فکراتو کردی؟ تصمیمتو گرفتی؟ میدونی به خاطر این تصمیم باید بهای زیادی بپردازی؟ بها؟ آره بهایی که شاید مجبور بشی به خاطر این تصمیمت، به خاطر این عقیدت ایرانو ترک کنی، از این مملکت بری. این بهای زیادی نیست برای کسی که زندگی جاوید به من داده. خدا رو شکر، بیا با هم دعا کنیم.